یعنی وقتی که ما روبرو میشیم با یک کافر، ما نشدیم که با او کافر بگوییم السلام علیکم. ما به کفار سلام ندیم. در بسیار اندک تمام مناطق ایران من گشتم در پی این قدر سالات. بسیار دوستای زیادم پیدا کردم، بسیار پیدا کردم. مهمان نوازی که در آنجا است از زمین تا آسمان فرق دارد. یکی چیزی که یاد گرفتید ما از شما یاد گرفتید. شما بزرگواری با همت بلند شما ان شاء الله کشور تاجیکستان به اون جایگاهی که باید داشته باشه ان شاء الله میرسه و شما تازه استقلال یافتید و الحمدلله در این مدت کم پیشرفت شما چشمگیره و این حرکت شما کنفرانس ابتکار شما ان شاء الله مایه عزت هست. این همه علما که اینجا قدم میگذارند و از اونجا دعای خیر کردن برای تاجیکستان تا اینجا آمدن. سلامت باشید، سلامت باشید. یک جان تشکر. سلام علیکم. شما سلام علیکم. سلام علیکم. ما به کفار احترام نکنیم. ما کفار مورد رحمت پروردگار قرار ندیم. ما نشدیم که بگوییم که کافر روبرو شدیم بگوییم السلام علیکم. ای که کسایی در تلویزیون و در رادیو میبینیم کفار خیلی تعظیم میکنن، دوستای خارجی میگن و دوستای نزدیک ما میگن و کار خودشان است و جزای خود میبینن. او روزی که با ندامت و پشیمانی کنن و بگوین که یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش که ترامپ ما دوست نمیگرفتم، پوستین و پوتین ما دوست نمیگرفتم، یار شاغل پاغل نمیگفتم، چی کار بدی مکردم، امرای پیغمبر دوستی میکردم. و جزای خود میبینن، هیچ جگرخون نباشه. اما ما شما من حیث یک مسلمان با کفار با دیده کفر ببینیم، با مسلمانان با دیده اسلام ببینیم. کفر در دیده کفر، اسلام به دیده اسلام. و ما من از که کافر روبرو بشیم برش بگیم السلام علیکم. که خوب آدم هستی که خدمت ما را کردی، که سرک ما را پخته کردی، که علا جور کردی، پانتون ساخته و که ای کردی و کلینیک ساخته و فلان کردی فلان کردی. بسیار خوب دیگه زیر احسانت گم هستیم. بخی احسان ها به ما کردی. بس از با یک انسان که همه قدر تشکری از کافر میکنه همه قدر بس شد دیگه، کار بد نکنه بس شد. گرفته مطلب بسیار مهم که بعد رفیقای دوستم گفت تو امریکایی ها در افغانستان شهید دادین، در افغانستان شهید دادین. لعنتی های دوگام بشرمی، دوگام الله بشرمانه تو دوستم. چه والا شد تو را بیخی خب کافرت گم مشکی از کافر هیچ نام نگیره. ارتعي يكون الرجاء